یک سلام گرم نرم انتچسب خدمت شما بینندگان عزیز. امید که جور صحتمند باشین، در هر جای دنیا هستید موفق سرفراز سربلند باشین. امروز یکی از محصلای پانتون کابل رو پیدا کردم، میخوام با هم معرفی شیم. سلام علیکم. السلام علیکم برادر، خوبی بخیر؟ الحمدلله. میشه لولو خود معرفی بدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر سلام احترام به برادر عزیز و علیکم بینندگان عزیز. و علیکم السلام. اسم است عبدالحمید از ولایت غور و ولسوالی اهل سرجنگل است. ماشاءالله ماشاءالله. دی کابل چی مصروفیت هایی داره؟ ما در کابل درس میخونم، در پنجه وترنری رشتم است و در یه مرکز. ماشاءالله در پانتون مرکزی کابل هستیم، پانزه وترنری. ولی در لیلی میباشین. چی مدت میشه که در پانتون کابل آمدید؟ حالا تقریبا یک سال میشه. ماشاءالله ماشاءالله. صنف اول بسیار خلاص کردید. دیگه صنف اول یک مامانده که خلاص کردم. ولی خب رخصتی تو چیزایی نداری؟ نه عید قربان یک هفته رخصت است دیگه. نه خب عید قربان چه وقتی است؟ معلوم نیست. خب بعضی هم که روز شنبه است، بعضی هم میگه جمعه است دیگه. معلوم نیست احتمال زیاد روز شنبه باشه. ولی خب عید قربان روز شنبه است. شما برای بیننده‌های عزیز کدام هدیه دارین یا ندارین؟ کدام هدیه؟ مثلا شعر یا دکلمه ایت هدیه. کدام دیگه شعر کو به یاد من نیست. چند تا دکلمه است. بسیار خوب. میشنویم. دوست دارم دیدن روی تو را، پیج تاب و حلقه موی تو را. پا کشیدم از در مسجد اگر میپرستم خال هندوی تو را. ماشاءالله ماشاءالله. واقعا یک بینایی واقعا یک بسیار تحفه زیبایی رو تقدیم کرد. لولا بسیار تشکر. واقعا بسیار یک تحفه زیبایی رو برای بینندگان عزیز تقدیم کردی. انشالله دایم موفق سرفراز سربلند باشه. دیگه در آخر کدام گفتنی باشه؟ نه برای فعلا نه. تشکر.